از کتاب لمعة الاعتقاد که دیروز ما با همراهی شمایان گرفتیم در بیان صفات الله سبحانه و تعالی گفتیم. اینجا سخن یک چند قاعده را گفته بود. بله، ثبوتی و سلبی. احسن. گفتیم ثبوتی آن چیزی که ثابت شده است، چیزی که الله سبحانه و تعالی به خود ثابت کرده است، با مانند حیات، دانش، قدرت. اما صفات سلبی منفی، آن چیزی که الله سبحانه و تعالی از خود او را دور کرده است، منع کرده است، مانند ظلم، بی‌عدالتی. و گفتیم که صفات‌های ثبوتی بر دو نوع است. صفات‌های ذاتی، گفتیم صفات‌های ذاتی آن صفات‌هایی هستند که الله آن را با خود وصف کرده است، و مثل سمع، شنوایی، بصر، بینایی. اما صفات‌های فعلی باشد، گفتیم اون صفات است که با اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی است. اگر خود آن را انجام میده، اگر نخواد آن را انجام نمیدهد. مانند چیز آمدن الله سبحانه و تعالی و استوای الله سبحانه و تعالی و گفتار سخن الله، کلام الله سبحانه و تعالی، گفتار الله سبحانه و تعالی. و همچنین ما در نقطه آخر در اینجا گفته بودیم که قاعده های عمومی در جواب به آنهایی که میگویند رد میکنند صفات الله را. اولا گفتیم گفته آنها، کسانی که صفات الله را انکار مینمایند، رد مینمایند یا که تعویل مینمایند، مقابل ظاهری نصوص قرآن و سنت است، مخالفت مینماید گفته آنها این را. دوم، مخالف گفته سلف صالح، صحابگان کرام و تابعین و کسانی که از آنها به احسان پیروی کردن است. و سوم گفتن هیچ دلیل بر این ندارند بجز عقل خود، تکیه به عقل خود، نه دلیل از کتاب الله دارن، نه دلیل از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از هیچ کس دلیل ندارن. بارک الله فیکم. اما امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما در این کتاب داخل میشویم، در این کتاب مبارک ما داخل میشویم. امروز برادران گرامی و خواهران گرامی قدر باشید، با همراهی شمایان با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک، از این کتابی که فعلا خواندن این برای انسان لذت بخش است، کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی، شیخ امام و عالم موفق الدین عبدالله ابن احمد ابن قدامه المقدسی رحمه الله تعالی می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله المحمود بكل لسان، حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون ستایش می شود. حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون سپاس و ستایش می شود. المعبود فی کل زمان، آن پروردگاری که در هر دور و زمان معبود است، اطاعت می شود. الذی لا یخلو من علمه مکان، آن پروردگاری که از علمش هیچ مکان خالی نمی ماند. ولا یشغله شأن عن شأن، آن پروردگار که هیچ شأن او را از دیگرش پریشان نمی سازد. جل عن اشباء والانداد، اینکه او سبحانه و تعالی نید، شبیه و مانند ندارد و بالاتر از هر چیز هم و از یاران و فرزندان هم گرفتن بالاتر است. و نفذ حکمه فی جمیع العباد، و آنکه حکم خود را در همه بنده ها اجرا میکند. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مانند او نیست و او سبحانه و تعالی شنوا و بیناست. سوره شورى آیت 11. له الاسماء الحسنى، او سبحانه و تعالی دارای نامهای حسنى، دارای نامهای حسنى است. و صفات العلا، و دارای صفاتهای عالی هست. الرحمن علی العرش استوى، رحمان الله متعال، الله مهربان بر عرش استوا دارد. می‌فرماید که الله بر عرش استوا دارد. این آیه کریمه را می‌آورد، این صفت لایق و جلال و عظمت او سبحانه و تعالی است و صفاتهای او سبحانه و تعالی به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد. و بیان این صفات الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 54 ذکر شده است. الله می‌فرماید: له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه که میان آنهاست و آنچه که در زیر خاک است. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفی، و ای رسول اگر سخنی بلند بگویی یا اگر سخن پنهان و پس بگویی، او سخن پنهان و آشکارا میدوند و میشنود. سوره طه آیت 57. احاط بكل شیء علما، و الله سبحانه و تعالی به هر چیز با دانش خود احاطه کرده است، هر چیزی را با دانش خود احاطه کرده است. و قهر کل مخلوق عزتا و حکما، و به هر موجود آفریده شده با عزت
و حکمش غالب آمده است. و وسع کل شیء رحمتا و علما، و او سبحانه و تعالی هر چیز را با رحمت و با دانش خود فرا گرفته است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. الله هر چی را در پیش روی آنهاست از امر قیامت و هرچی را در پشت سرشان است از امر دنیا میداند و علم آنان یعنی علم انسانها او سبحانه و تعالی را در بر نمیگیرد. ولا یحیطون به علما، علم انسانها الله را در بر نمیگیرد. سوره طه آیه 110 میفرماید ابن قدامه موصوف بما وصف به نفسه في کتابه العظیم على لسان نبیه الکریم. او توصیف یعنی وصف شده است به آنچه که خود در کتاب بزرگ خود قرآن وصف کرده است، وصف نموده است و در زبان پیامبر کریمش صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است. اما ابن عثیمین می‌فرماید لمعه، گفتیم کتاب لمعة الاعتقاد، لمعه در لغت به معنای گوناگون میآید، معنی گوناگون دارد. به مانند لمعه کمالات بزرگ استفاده می شود، یکی مغز اعتقاد با تاجیک اگر بگیم کمال اعتقاد. معنای لمعه از اعتقاد در اینجا است که کمالات اعتقاد صحیح که در عقیده سلف گذشتگان این امت موافقتی می نماید رضی الله عنهم. اما اعتقاد باشد لمعت الاعتقاد، اعتقاد حکم استواری عقلی جازم و قوی است. اگر آن با واقعیت موافقتی نماید، اگر آن با واقعیت موافقت نماید درست است، وگرنه اعتقاد هم میتواند صحیح و غیر صحیح باشد، نادرست هم باشد. و شیخ میفرماید که این خطبه کتاب را چی در بر میگیرد؟ یکم آغاز با بسمله، اول آغاز با بسمله. برای چی آغاز از با بسمله؟ پیروی از کتاب بزرگ الله و پیروی از سنت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده مهربان. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی کار را اجرا میکنم، بجا میارم با یاری و طلب و برکت به هر نام الله عز و جل، آن پروردگاری که با رحمت عظیم وصف شده است. و معنای الله بسم الله میگه، معنای الله معلوه، یعنی او را با محبت و احترام و تعلق و بزرگداشت و شوق عبادت میکنیم و میپرستیم. بسم الله الرحمن الرحمن، صاحب رحمت واسع که این رحمت خود را در میان مخلوقات خود به هر کی بخواهد میرساند. و سپس فرق بین رحمان و رحیم این که اول به اعتبار حال بودنش الرحمن الرحمه وصف بر او سبحانه و تعالی، و دوم به اعتبار فعلش هر کی را که بخواهد از مخلوقاتش زیر رحمت خود قرار میدهد. سپس حمد و سپاس و ستایش به نام الله سبحانه و تعالی با محبت و احترام و تعظیم و الله را با هر زبان ستایش میکنند. چقدر زبانهای گوناگون است، با تمام این زبانها الله را سپاس و ستایش میگویند در هر مکانی که باشند. یعنی الله سبحانه و تعالی مستحق و سزاوار عبادت و حمد و ستایش است که با هر زبانی حمد و ستایش کرده می شود و در هر مکانی هم. و سپس وسع بودن علم الله که علم او از مکان خالی نیست و کمال قدرت و فراگیری او که هیچ چیز او را از دیگر پریشان نمی سازد، هر چی را علم او فرا می گیرد. بزرگی و کبریایی و عظمت و بلندی او که او سبحانه و تعالی از هر شباهت و مانند و نید خالی است. با کمال صفاتهای او و او سبحانه و تعالی را گرامی داشتن از هر زن و فرزند با دلیل کمال بینیازی او سبحانه و تعالی از زن و فرزند، اینکه او سبحانه و تعالی تمام اراده و قدرت او و تمام واسطه های نفوذ فرمانش بر همه بندگانش کامل است میرسد. نه قدرت پادشاهی، نه فراوانی شما بر کسبدن شما، نه کثرت عدد، نه مال و پول او را باز نمی دارد. بزرگی او سبحانه و تعالی از هر چی تصور می شود. بزرگی سبحانه و تعالی فراگیرتر از عقل هاست که عقل ها نمی تواند از او درک کند و دل ها نمی تواند صورت او را سبحانه و تعالی را تصور کند.
چون که الله میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز از مخلوقاتش، نه در ذاتش نه در نامها و صفاتش، با او مانند و شریک شده نمیتواند و او سبحانه و تعالی شنوا و بیناست. سوره شورى آیه 11. و اختصاص دادن الله سبحانه و تعالی با زیباترین نامها و با عالیترین صفاتها و وصف الله سبحانه و تعالی که بر عرش استوا دارد و علو او سبحانه و تعالی و استقراری او بر جهتی که لایق او سبحانه و تعالی است و همچنین عموم ملک او سبحانه و تعالی و فرمانروایی او بر آسمان ها و زمین و میان هر چیزی که میان این آسمان ها و زمین است و هر چیزی که در زیر زمین هم هست و همچنین واسع بودن علم و توانایی و قدرت و عظمت او و شکوه او سبحانه و تعالی و قهرش و حکمتش و اینکه این مخلوقات با دلیل به علمی خود الله سبحانه و تعالی را احاطه کردن نمیتوانند با سبب ناقصی عقل خود و ادراک و اندیشه خود. به درستی که الله سبحانه و تعالی صفاتهای نامهای زیبا و صفاتهای عالی دارد. ابن قدامه فرماید که التسلیم والقبول لآیات و احادیث الصفات، تسلیم شدن و قبول کردن آیات ها و احادیثی که دارای صفات الله سبحانه و تعالی هستند و میفرماید و کل ما جاء فی القرآن، و هر چی که در قرآن آمده است، او صح عن المصطفى، یا از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر برگزیده صلی الله علیه و سلم درباره صفاتهای الله سبحانه و تعالی، صفات رحمان روایت شده است، وجب ایمان به، واجب است یعنی فرض است به اینها ایمان آوردن، فرض است، و تلقیه بالتسلیم، و آن را با تسلیم و قبول بپذیرد. این نامها و صفات الله پذیرفته شوند. و ما اشکل من ذلك وجب اثباته لفظا، نقطه خیلی مهم. و در آن چیزی که برای انسان مشکل شد فهمی آن، در باب صفات بعضی از صفات میشه که برای انسان مشکل میشد فهمی آن، در آن چیزی که مشکل شد برای فهمی آن وجب اثباته لفظا برای تو واجب است که اون رو اثبات نمایی. به خاطر چیز؟ چون الله این رو اثبات کرده در خود. و ترک تعرض لمعناه، و ترک نمودن، مخالفت نمودن معنای آن، و نرد علمه الی قائله، و علم آن را به سوی گوینده اش، به سوی الله یا که رسول الله باز میگردانیم، و نجعل عهدته الی ناقله، و دانشش رو به سوی ناقلش یعنی الله سبحانه و تعالی میگذاریم و مسئولیتش رو برگردن نقل کننده اش میگذاریم. و همه این از روی پیروی از راه آنهایی است که در علم استوار راسخ گردیده اند، آنهایی که الله سبحانه و تعالی آنها را در کتاب مبینش ستایش کرده است، به قول خود سبحانه و تعالی که فرمود و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما ذکر الا اولو الالباب، و ثابت قدمانی در علم میگویند به همه آیات قرآن ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست، به درستی که بجوز خیراتمندان پند نمیگیرند، بجوز خیراتمندان پند نمیپذیرند. و الله سبحانه و تعالی در مذمت و محکوم کردن آنهایی که پیگیری میکنند از تعویل گرایی، آیه های متشابه را پیگیری میکنند گفت فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اما آن کسانی که در قلبهای آنها، در دلهای آنها میل است، زیغ است، چرکنی است، به سوی باطل میل دارند، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، آنها از پشت یا که از پی متشابهات می روند. و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل آن را بجز الله کسی دیگری نمیداند. سوره آل عمران آیه 7. پس تعویل نمودن آن را الله سبحانه و تعالی نشانه کجروی دانست و گفت که این یک فتنه افکنی است و مذمتش کرد، سرزنشش کرد و آنچه را که مردم به سوی آن میل میکنند از آنها باز داشت و آنچه را که میخواستند دور کرد و گفت و ما یعلم تعویله، و تعویل آن را جز الله کسی نمیداند. سپس شیخ میفرماید که تقسیم نصوص صفات، تقسیم نمودن نصوص های صفات در راه مردم، یعنی که
متن‌های قرآن و سنت در صفت‌ها به دو قسم جدا می‌شود. متن‌های قرآن و سنت در نصوص صفات الله بر دو قسم تقسیم می‌شود. یکم واضح جلی، روشن و آشکار. واضح جلی یعنی روشن و آشکار. دوم مشکل خفی، پنهان و نهان. اما این نصوص قرآن که در صفات الله بر دو قسم تقسیم می‌شوند، واضح جلی، روشن و آشکار و مشکل خفی، نهان و پنهان. واضح جلی یعنی روشن و آشکار چی است؟ پس نصوص واضح جلی، روشن و آشکار آن است که لفظ و معنایش واضح است. لفظ آیه یا که معنای حدیث واضح روشن است. برای همین واجب است که با آن ایمان بیاوریم. ایمان آوردن بر این نصوص واضح روشن واجب است، با لفظش، آن لفظ ظاهری که دارد، و ثابت دانستن معنایش در حقیقت، بدون رد کردن، بدون تعویل نمودن، بدون تشبیه کردن و بدون مثال زدن. قبول کردن، پذیرفتن. به خاطر چی؟ زیرا که شریعت به آن وارد شده است. شریعت این را وارد کرده است. پس واجب است ایمان آوردن به آن و قبول نمودن آن و تسلیم شدن با فرمانبرداری از او سبحانه و تعالی. اما قسمت دوم از نصوص قرآن و سنت در صفات که دو قسم بودند، واضح جلی، دو مشکل خفی بود. اما مشکل خفی آن است که معنایش روشن نیست. معنای آن آیت روشن نیست، واضح نیست، یا به سبب عمومیتش، یا به سبب مختصری دلالت آن، یا که به سبب کم فهمی خواننده، یا به سبب نافهمی عقل و هوش و درک ما و شمایان. در این حالت واجب است که بر این مشکل خفی که ناروشن است از این آیه های قرآن یا که احادیث که ما نمیفهمیم، واجب است که لفظ آن را ثابت بدانیم. چون شریعت این را آورده است، الله این را نازل کرده است و در معنای آن باید توقف نماییم، بیستیم، توقف کرده و از تعویل نمودن خودداری نماییم این آیات ها، این احادیث را. زیرا این از آن آیات های مشکل است که ما نمیتوانیم برای آن حکم کنیم. برای همین دانشی بعضی از این آیات ها را به الله سبحانه و تعالی واگذار می‌نماییم. و شیخ می‌فرماید که قد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل الى طریقتين. ان همین آیات هایی که متشابه هستند، آیات هایی که مشکل هستند، فهم آنها، می‌فرماید که مردم در این آیات های متشابه، در این آیات های مشکل به دو گروه تقسیم شدند. قسمت اول طریق راسخین در علمی که ایمان آوردن، بر محکم آن، بر متشابه آن از کتاب الله و سنت پیامبر ایمان آوردن و گفتند که کل من عند ربنا، گفتند که همه آیات قرآن ایمان آوردیم و همه از جانب پروردگار ماست. سوره آل عمران. و ترک نمودن، مخالفت نمودن را ترک نمودن در مخالفت این آیات های که احادیث، در آن چیزی که رسیدن آنها در معرفت در علم بر آن ناممکن است و علم انسان آن را احاطه کردن نمیتواند. به خاطرش ما توقف نماییم، به خاطر تعظیم او سبحانه و تعالی و رسولش و ادب با الله و رسولش و ادب با این نصوص شریعت. و الله در شأن این انسان ها آیه ها نازل کرد و ثنا گفت و فرمود و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. و ثابت قدمان در علم به همه آیات قرآن ایمان آوردند. گفتند ما ایمان آوردیم، همه این از جانب الله هست. باید انسان انا همین گونه باشد. تمام آیات قرآن، چی آیات متشابه چی محکم، هر چی اونو فهمیدی نفهمیدی، همش از جانب الله هست. نه تعویل میکنی، نه رد میکنی، نه تشبیه میکنی، نه تمثیل میکنی، نه مثال میزنی. این قسمت اول است. اما قسمت دومی از مردم، ما گفتیم که مردم در تقسیم نصوص صفات دو راه را گرفتن. قسمت اول گفتیم طریق راسخین در علم که علم آوردن با محکم آیات و متشابه آیات، گفتن همه از جانب الله هست و نه رد کردن، نه تعویل کردن، نه تشبیه کردن، نه تمثیل کردن. به خاطر چیز؟ زیرا شریعت این رو وارد کرده است. در قرآن هست، در سنت هست، شریعت این رو وارد کرده است. تسلیم شدن و فرمانبرداری کردن، قبول کردند، نه رد کردن، نه تعویل کردن، نه تشبیه کردن، نه تمثیل کردن. اما قسمت دوم از مردم، پناه به سوی الله از این قسمت دوم، طریقی راه زائغین، کج رفتگان، آن کسانی که پیروی کردن متشابه از آیات و احادیث را، یا به خاطر فتنه انگیختن، یا به خاطر بازداشتن مردم از دینشان، از راه حق، از راه سلف صالح، صحابگان کرام و تابعین و با احسان کسانی که از اونها پیروی کرد.
و این قسمت دوم راه زائغین، راه کجروان، اینا به خاطر فتنه و بازداشتن مردم از راه حق، از راه سلف صالح تلاش کردن که تعویل نمودن متشابه آن را، آیه‌های متشابه را تعویل کردن با عقل‌های کوچک خود و بر آن چیزی که می‌خواستند و آن چیزی که الله و رسولش می‌خواست، یعنی نه به مراد او الله سبحانه و تعالی، نه به مراد رسولش. انا همین راه زائغین، راه کجروان، نصوص قرآن و سنت را با هم زدند، آمیخته کردند و تلاش کردند که در دلالت آن طعنه هم بزنند، طعنه هم زدند و مخالفت کردند و نقص کردند، کمبودی کردند تا که مسلمانان در این آیه‌های قرآنی شک نمایند، در دلالتش شک نمایند، تا که مسلمانان را کور گردانند از هدایت و آن کسانی که در راه هدایت بودند. و الله سبحانه و تعالی اینها را مذمت کرد، اینها را مذمت کرد. پناه به سوی الله که الله مذمت کند کسی را که و فرمود که فاما الذین فی قلوبهم زیغ، و اما آن کسانی که در دلهایشان زیغ است، چرکینی هست، میل است به سوی باطل، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله، پیروی می نمایند آنچه که متشابه هست برای فتنه انگیزی و تعویل نمودن این آیات قرآن با عقلهای خود نادرست، از پشت متشابه می روند، در حالی که تعویل آن را الله می فرماید و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل این را جز الله کسی دیگر نمیداند، تعویل این را جز الله کسی دیگر نمیداند. سوره آل عمران آیه 7. بارک الله فیکم. سپس شیخ می فرماید که تحریر القول فی النصوص من حیث وضوح والاشکال، بیان نمودن قول در نصوص قرآن و سنت از نگاه واضح و روشن بودنش که از نگاه مشکل داشتنش. و شیخ می‌فرماید که ان الوضوح والاشکال فی النصوص الشرعیه امر نسبی یختلف به الناس بحسب العلم والفهم. می‌فرماید به درستی که واضحیت یا که ناروشنی در نصوص شرعی، یعنی که در قرآن و سنت واضحیت واضح بودن یا که ناروشن بودن، واضح ضد ناروشن است، ناروشن ضد واضح است. می‌فرماید که به درستی که واضح بودن قرآن و سنت یا که ناروشنی قرآن و سنت، نصوص شرعی، یک مسئله نسبی است که مردم وابسته بر دانش و فهمیششان و تفاوت درک و عقلشان گوناگون هستند. گاهی می شود که بعضی از نصوص قرآن و سنت برای بعضی از انسانان مشکل است فهمش، اما در نزد دیگر کس واضح روشن است، وابسته بر دانش و عقل و درک و فهم. و در حالت ناروشنی و اشکال افتادن در فهم قرآن و سنت، در این هنگام اگر انسان که افتاد باید پیروی کند آن چیزی را که در بالا ذکر کردیم، تسلیم تام شدن و ظاهر آن تسلیم شدن است. اما شیخ می‌فرماید که الحمدلله که از جهت واقع در نصوص شرعی، از جهت حقیقت واقعیت در نصوص شرعی یگام مشکلی نیست، در قرآن و سنت یگام جای نفهمیش نیست در خود قرآن و سنت که مردم می‌فرماید که معنیش نفهمند در امور دینشون. یعنی زیرا الله سبحانه و تعالی قرآن را به این که نوری روشن و مبین است بیان کرد بر مردم، و قرآن را الله در کلامش فرقان وصف کرد، فرقان جدا کننده بین حق و باطل. و الله سبحانه و تعالی قرآن را به عنوان بیان همه چیز و هدایت و رحمت نازل کرده است. از این آیات تو میفهمی که قرآن این که فرقان باشد، بیانگری حق و باطل است. الله قرآن را اینگونه وصف کرد و قرآن را به عنوان بیان همه چیز، بیانگری همه چیز، تبیان لکل شیء، بیانگری هر چیزی بیان کرده است و همچنین هدایت و رحمت برای مردم. اگر ما این نصوص قرآن را فهمیدیم، پس این نصوص تقاضا میکند که در آیات‌های قرآن مشکلی نیست، چون که الله سبحانه و تعالی این آیات‌های قرآن و احادیث را کاملا بیان کرده است. الله سبحانه و تعالی این آیات را بیان کننده تمام چیز نازل کرد، تبیان لکل شیء. کسی از این امت نمیتواند معنای آن را نفهمد، همش واضح روشن است. سپس میفرماید که در اینجا معنای رد و تشبیه و تمثیل و حکم هر یک از اینها، معنای رد کردن آیات قرآن، یا که تعویل آیات قرآن، یا که تشبیه آیات قرآن، یا که تمثیل آیات قرآن، میگه حکم هر یک از اینها. اولا رد کردن چی معنا دارد؟ رد این تکذیب است و انکار است. رد این تکذیب و انکار می باشد. رد کردن یک تکذیب کردن، دروغ شمردن و انکار کردن است. به مانند اینکه یک گوینده میگوید، یک کسی میگوید که الله نه دست حقیقی دارد نه مجازی دارد، و این کفر است. انکار کردن این کفر است، چون که تکذیب، دروغ شمردن الله و رسول الله است. چون الله برای خود این را اثبات کرده است، رسول الله این را اثبات کرده است. رد چی بوده است؟ تکذیب و انکار کردن، دروغ شمردن. دوم تعویل است. تعویل تفسیر، به معنای تفسیر می آید.
و مراد از این تعویل از اینجا که تفسیری نصوص صفات به غیر آنچه که الله نازل کرده است و نه رسولش گفته است. تعویل، معنی تعویل در اصل به معنی تفسیر می آید و مراد از تعویل در اینجا تفسیر نمودن نصوص، یعنی قرآن و سنت، نصوص کتاب الله در باب صفات، یعنی تغییر دادن آن چیزی که مراد الله نیست، غیر مراد الله است، غیر مراد رسول الله است، بخلاف گفته الله و رسول الله است، بخلاف تفسیر الله و رسول الله است، بخلاف تفسیر صحابه و تابعین است و آن کسانی که به احسان اینا رو پیروی کردن است. این رو تعویل میگن. معنی تعویل رو فهمیدین نه؟ تعویل چی بود است؟ پس حکم تعویل چیست؟ تعویل بر سه قسم تقسیم می شود. تعویل بر سه قسم تقسیم می شود. یکم اینکه انسان از سعی و اجتهاد نیک باشد این کار انجام میدهد. تعویل نمودن نصوص قرآن و سنت از سعی و اجتهاد نیک باشد. مقصد نیک، اگر هنگامی که حق به او رسید، حق به او روشن شد، از این تعویل و تعبیر خود دست میکشد، این قسمت تعویل بخشیده می شود. این قسمت تعویل بخشیده می شود. به خاطر چیست؟ چون این انسان حد توان خود را کرد و الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیچ کس را جز از توانش بر آن مکلف نکرده است. سوره بقره آیه 186. این قسمت اول از تعویل که انسان از سعی و تلاش و اجتهاد خود، اجتهاد نیک تعویل می نماید. اگر حق برای او برسد از آن تعبیر خود دست میکشد. این قسمت چی است؟ از انسان بخشیده می شود. فهمو؟ بخشیده می شود. چون الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ کس مکلف نیست مگر اینکه توان آن داشته باشد. قسمت دوم، اگر این تعویلی که قرآن و سنت را در نصوص صفات می نماید از هوا و هوسش باشد، از هوا و هوسش و از تعصبیتش صادر بگردد این تعویل، و این تعویلی ای که از هوا و هوسش شد و از تعصبیتش بر کسی یا که مذهب یا که چیز شد و این تعویل او یک جنبه در زبان عربی داشته باشد، در زبان عربی یک پهلوی داشته باشد، این تعویل دوم، این تعویل فسق است. صاحبش فاسق می شود اما کفر نیست. انسان کافر نمیشد بر این قسمت اول. قسمت یکم بخشیده می شود. قسمت دوم چیز؟ این فسق است اما کفر نیست، مگر اینکه کمبودی یا نقصان در حق الله در بر بگیرد. در این صورت کفر می شود. در حق الله کمبودی بگیرد، نقصان بگیرد، این حالت کفر می شود. قسمت سوم از تعویل، اگر از انسان از هوا و هوسش و از تعصبیتش صادر شود. تعویل نمود نصوص قرآن و سنت را از هوا و هوسش، از تعصبیتش صادر شدین، اینکه در راه غلط است، معلوم است و در زبان عربی این یگان پهلوی ندارد، این کفر است. این قسمت سوم چی است؟ کفر است. و خاطر چیست؟ چون که واقعیت اصل آن را انکار و تکذیب و دروغ میشمارد. چون یگان وجه نه در قرآن است، نه در سنت، نه در سخن سلف است، نه در سخن عرب است. این بود تعویل. اما قسمت دوم یا که سوم تشبیه میگویند. چی میگویند؟ تشبیه. میفرماید تشبیه اثبات مشابهت لله مما يختص به من الحقوق او الصفات و هو کفر. تشبیه، اثبات تشبیه به الله، اثبات مانندی به الله از جهت این که خاص الله است، از حقوقش یا از صفاتهایش، و این کفر است. تشبیه کردن الله سبحانه و تعالی بر کسی، بر چیزی در حقوق، در صفاتهایش، این کفر است. زیرا که این شرک است، شرک به الله است، چون این در برگیرنده نقصانی در حق الله می آورد. زیرا او انسان الله را به مخلوقات ناقص ناچیز مانند کرده است. این را تشبیه میگویند. اما تمثیل چی است؟ تمثیل میفرماید اثبات مماثله لله مما يختص به من الحقوق و صفات. تمثیل اثبات مانندی به الله از جهت آنچه که خاص الله است، از حقوق و صفاتش همچنین، و اینم کفر است. اثبات مانندی کسی چیزی به الله سبحانه و تعالی از جهت آنچه که خاص الله است، از جهت حقوقش یا که صفاتهایش، اینم کفر است و اینم شرک به الله سبحانه و تعالی و تکذیب قول الله سبحانه و تعالی است که لیس کمثله شیء، مثل مانند الله هیچ مخلوق چیزی نیست، نه در ذاتش نه در صفاتش. هیچ کس هیچ چیزی مانند او سبحانه و تعالی نیست و این تمثیل نارساگی حقوق الله را در بر میگیرد، به خاطر آنه که او سبحانه و تعالی را با مخلوقی ناکامل و ناقص مانند کرده است. فهمو؟ مسئله بیان شد. یک بار دیگر
ما گفتیم که تقسیم نصوص صفات و راه مردم در آن. گفتیم نصوص صفات از قرآن و سنت، متنهای قرآن و سنت در صفات به دو قسم جدا می شود: واضح جلی، آشکار روشن که هر کس رو میفهمد، و مشکل خفی نهان پنهان که هر کس رو نمیفهمد. و واضح جلی گفتیم روشن است، لفظ معنیش واضح است، بنابراین واجب است که ما به آن ایمان بیاوریم. به لفظش ثابت است، دانستن معنای آن حقیقی است، بدون رد کردن، بدون تعویل، بدون تشبیه و بدون تمثیل. به خاطر چیز؟ چون شریعت این رو آورده است. چیزی که شریعت آورده است اون رو نباید رد کرد، باید قبول کرد، تسلیم شد، بدون رد کردن، بدون تعویل، بدون تشبیه، بدون تمثیل. اما قسم دوم گفتیم که از نصوص قرآن و سنت مشکلی خفی که معنیش روشن نیست در بعضی از مردم، به سبب عمومیتش، به سبب خصوصیتش، به سبب دلالت آن، به سبب کمی عقل و فراست و علم دانش خواننده. در این حالت واجب است که ما به لفظ ظاهر آن ایمان بیاوریم و اون را ثابت بنماییم، چون شریعت این را آورده است، و توقف نماییم در معنای آن. و گفتیم که مردم در راه اثبات نمودن نصوص صفات به دو گروه تقسیم شدند. یکم راهی راسخان در علم که ایمان آوردن بر آیه‌های محکم و متشابه، گفتن کل من عند ربنا، همش از جانب الله سبحانه و تعالی است، و الله اینا رو مدح کرد، ستایش کرد. اما قسم دوم الله اینا رو مذمت کرد، راه زائغین هستند، راه کجروان هستند، راه میل به سوی متشابه هستند. تلاش کردن که تعویل نمایند اینها را با عقل‌های خود، متشابه را، آن چیز را اینا خواستن که این خواست الله و رسولش نبود، مخالف گفته الله و رسولش بود. نصوص را تعویل کردن، تغییر دادن. الله اینا رو مذمت کرد، سرزنش کرد اینا رو الله سبحانه و تعالی. و گفتیم که سخن در نصوص از نگاه واضح روشن بودنش وابسته بر دانش و فهمیدن و تفاوت مردم بین عقل و فراست درک و هوش است. بعضی از آیه ها است که در بعضی انسان روشن، در بعضی انسان روشن نیست. بعضی از آیه هایی که تو نفهمیدی این معنی آن را ندارد که قرآن ناقص است یا که احادیث پیامبر با همدیگر ضد هستند، مخالف هستند، بلکه عقل خود را متهم بساز در اینجا، جاهلی و بدانشی خود را متهم بساز، نه کتاب الله، نه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را، و نه مردم را به سوی گمراهی بکشان. و سپس گفته معنای رد این تکذیب کردن است، تکذیب، دروغ شمردن و انکار کردن است. و معنای تعویل اصل به معنای تفسیر است، نه که تعویل در اینجا چیز تغییر دادن نصوص قرآن و سنت بر آنچه که مخالف گفته الله و رسول الله است، مخالف گفته صحابه و تابعین است. و گفتیم حکم تعویل بر سه قسم تقسیم می شود. یکم اگر انسان از روی اجتهاد، سعی و کوشش خود نیک، مقصدهای نیک، نیتهای نیک اگر کرده باشد، اگر حق برای او برسد و آن را به دل جان بپذیرد و از آن باطل خود باز بگردد، این بخشیده می شود، چون زیرا آن همین خلط توان داشت. اگر حق برای او میرسید و چه میکرد و میپذیرفت. الله فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما هیچ کس مکلف نکرده مگر اینکه توان آن را داشته باشند. این قسمت اول از تعویل بخشیده شده. قسمت دوم از تعویل، اگر انسان از روی هوا و هوسش این رو کرد، از روی تعصبیتش صادر شد، این نه که این قولی که میگوید یک جنبه در زبان عربی دارد، این کاری وای فسق است، کفر نیست، مگر این گفتیم اگر کمبودی و ناقصی در حق الله بزند، در صفات الله بزند، کفر می شود. اما قسمت سوم که این کفر می شود، تعویل صفات الله کفر می شود، از هوا و هوس، از تعصبیت خود و هوا و هوس پیروی نماید که نه در زبان عرب یگام جنبه هست، یگام جای نیست، از خود گفته است این را، این کفر است، چون هیچ وجه در نصوص قرآن و صفات سنت ندارد. و گفتیم تشبیه چی است؟ اثباتی شبیه مانند به الله از جد آنکه آنچه خاص الله هست در از حقوق و صفاتش است، این کفر است، زیرا این شرک به الله است، شباهت کردن، مانند کردن چیزی به الله سبحانه و تعالی. اما تمثیل باشد اثبات مانندی به الله از جهت آنکه خاص الله است، از حقوقش و از صفاتش همچنین، اینم کفر است، چون که اینم شرک به الله سبحانه و تعالی است. الله می‌فرماید لیس کمثل شیء، مثل مانند پروگاه کسی چیزی نیست، نه در ذاتش نه در صفاتش. فهما؟ بارک الله فیکم. در اینجا توقف میکنیم از این درس مبارک. درس دیگه اگر زنده باشیم از سخنان امامان سلف، از گذشتگان، از سلف صالح در این باب صفات الله سبحانه و تعالی، سخنان آنها را برای شما ان شاء الله که آورده خوانده ترجمه خواهیم کرد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.